این از قدیم همین سرعت اینجا بوده، از موقعی که موتور نبوده که لنجای بادبانی بوده همینجور اومده تا الان که موتوری شده دیگه جدیدا. بعد ذهنی درست میکنن؟ بله استاد محلی همینجا تاریخچه‌اش همینجوری دیگه نسل به نسل چرخیده تا رسیده به اونجا. موقعی که سفر میرفتم با این قطب‌نما که مال همون موقع هاست مسیراشونو پیدا میکردن. یعنی شما فکر کن توی اقیانوسی هیچ تلفن، هیچ رادار و هیچ تجهیزاتی نداری و با این و ستاره ها باید مسیرتو پیدا کنی. برای عمر لنج روغن جگر کوسه میزنن به بیرونش. اگه اومده باشین فکر کنم گوشو حس کردین. آره یه بوی آره این بوی جگر کوسه است. البته الان روغن جگر کوسه دیگه نیست، گرونه. خارجیه، گرونه. ها؟ یه شیمیایی جای گذاشته. نه شیمیایی نیست. یه ماهی سمت شمال هست کوچیک که نمیدونم اسمش چیه دقیقاً، اطلاع خیلی درستی ندارم ازش، ولی روغن اونو میگیرن به جای این. روغنشون شبیه همه ولی روغن جگر کوسه عمرش بیشتره. باید چجوری تا دریا میبرنه؟ الوار میبرم زیر شوردی. سوال خوبی. گفتم که قلتک میدازم زیرش گل میدم. آیقش میکنن دیگه. سلام. 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 خسته نباش. یه توضیحی به ما میدین؟ توضیح اینا از چوب ساج درست میشه. واسه آیقش هم روغن خود کوسه بهشون میریزنن، پایینش و بالاش دیگه. این واسه تفریحه، اون چیزه میره دبی بار بیبریم. و این لای چوبا همجور باز میمونه؟ نه این در حال ساخت دوباره، وقتی چیز بیاد شاسیش میاد مثل اسکلته. اونا دیگه به هم میچسبن. و اینو چجوری میندازی تو؟ اینو چیز ریل میذارن زیرش میکشن با تراکتور. راجع به تاریخچه‌ش هم میگی؟ این از قدیم همین سرعت اینجا بوده، از موقعی که موتور نبوده که لنجای بادبانی بوده همینجور اومده تا الان که موتوری شده دیگه جدیدا. بعد ذهنی درست میکنن؟ بله استاد محلی همینجا تاریخچه‌اش همینجوری دیگه نسل به نسل چرخیده تا رسیده به اونجا. بعد هزینه‌اش چقدر میشه هر کدوم الان درست میکنن؟ این مثلا چون اینا چوبشون از برمه آفریقا میاد، ساج خیلی چوبشون یکم بالاست. مثلا این الان 5 میلیارد بدون موتور. این باریه چی؟ باریه دیگه میره تا نزدیک 30-40 میلیون. داخلش هم میشه رفت؟ آره اون نه اون استاد میتونه ازش. استاد رفت. استاد مرسی. ممنون. خدا قوت. دست شما در دستتون درد نکنه. بیا بالا. بریم باحال نی ببینی؟
بیاین بالا. سلام. سلامت باشید. زوم میکنم خب. بچه اونجا که واسم استاد اصلی اینستاگرام آقا درسته؟ آره این لباس سفید استاد اصلی چا این لنجی که الان توش هستیم ما قدیمی ترین سبک لنج یعنی بادبانی درستش کردیم و این لنج بادبانی حدوداً 100 سال قبل بابا بزرگا و اجدادامون میرفتن سمت هند و آفریقا و کشورهای همجراد خودمون برای تجارت و کار کردن مثلا از این کشور به این کشور جنس جابجا میکردن، یعنی از آفریقا به هند و به این وقت و سفراشون هم طولانی مدت بوده، یعنی 2 الی 3 سال طول میکشیده که این سفر تموم بشه. بعدش این که بچه‌ها در هند چون کشور فقیری بودن خیلی از
ناخداها و ملوانایی که تو لنج بودن، چون سفرشون توی این مدت بوده، ازدواج میکنن اونجا و خیلی از پیرمردایی که الان اینجا هستن ناخداهن اونجا زن دارن در واقع. چون هند، آفریقا، تو آفریقا هم یه محله‌ای داریم به یاد مثلا تجارای ایرانی که با لنج چون میرفت اونجا سکونت داشتن واسه چیز، یه محله‌ای داریم به اسم بندر عباس. آره تو محله هایی از آفریقا. بعد بهتون بگم این دانش لنج سازی رو دقیقاً از اونجا یاد گرفتن. همین جوری که میرفتن تجربه هاشون رو اضاف میکردن، میدیدن، یاد میگرفتن و میومدن اینجا و اجراش میکردن. و این دانش لنج سازی رو بدون هیچ درس و یادگیری و معلمی یاد گرفتن، یعنی بدون هیچ سوادی. و جالبه بدونید اگه این لنج که درست میکنن، موقعی که پایین لنج دارن درست میکنن قوس ماننده، دیدین پایینشو، اون پایینش اگه یه ذره خطا کنی امکان داره موقع بارگیری، موقع که همینجور رو دریا وایسه چپ یه وری وایسه. و به خاطر همین باید خیلی دقت بشه توش. و اینا زحمت سالها تجربه است که یاد گرفتن، خطا کردن، ولی که شده اشتباهشون به صفر برسه، یعنی در واقع واسه لنج سازی. و اینکه ساختار لنج شبیه استخوان‌بندی ماهیه. اگه دقت کرده باشین ماهی یه مهره کمر داره و تیغایی که اینجوری زده بیرون. لنج هم همینجوریه. واسه ساختن لنج اول مهره اصلی لنج رو میذارن که بهش میگن البیس. البیسو که گذاشتن بعدا میان استخوناشو اینجوری قوس مانند درست میکنن. همینجوری که استخوناشو درست کردن، فرمش و حالتشو درست کردن، بعد میان از بیرونیش چوباشونو وصل میکنن. برخلاف آفریقا اول چوباشو وصل میکنن بعدا میان استخوناشو میزنن. و جالبه بدونید بچه‌ها لنج بزرگترین صنایع دستی دنیاست. صنایع دستی که با دست درست میشه و اینا دیگه داره رو به اتمامه. دیگه لنج چوبی درست نمیکنه. دیگه ایران نه. الان این که درست داریم میبینی گردشگریه دارن درست میکنن واسه گردشگری. خیلی ها سفارشی درست میکنن. الان یکی تو پی پشت هست چند هزار تونه، خب با چوب دارن درستش میکنن واسه سفارش آفریقاست. چون لنج بزرگ پیش خودمون خیلی مشکله. یکی اینکه بارگیریش، اگر تو بری دبی لنجت بزرگ باشه طول میکشه لنجت پرشه. چون مثلا شما که مثلا تاجری جنس داری یه کانتینر ایشو تا این جمع بشه ماه طول میکشه و اون کسی که جنسش قراره بیاد برسه به دستش این قبول نمیکنه. میگه جنس منو بدین دست یه لنج کوچیک‌تر که بار منو زودتر بیاره، چون درهم داره میذاره زیر بالا این داستانا. و به خاطر همین لنجای بزرگ اینجا کاربرد زیادی نداره، مگه اینکه بار آماده باشه به اندازه همون توناژ همون لنج که آماده باشه سوار کنه بیا. اگه منتظر بمونه که بارش بهش تحویل بدن طول میکشه. خاطر همین میره سمت آفریقا بیشتر کالاهاشونو با کشتی و این چیزا. حالا این لنج استفاده آبی هم شده یا از اول؟ بله این لنج 250 تن توناژشه. خب بعد چون عمر زیادی ازش گذشته بود، پایین لنج موقعی که بار میزنید بالای لنج، پایین لنج فشار میاد به پایین لنج دیگه. وقتی بار از بالا فشار بدی فشار میاد پایین. و پایین لنج خیلی چوباش یه خورده‌ای خراب شده بود. آره. و به خاطر همین دیگه گفتیم اونو دیدین خراب شده بود. آره. میان اونو اسقاط میکنن، چوباشو میفروشن. چوبایش چون از آفریقا میاد، چوب ما بهش میگیم چوب شاه، تخته شاه، ولی به اسم فارسی بهش میگن درخت ساج، چوب ساج که از آفریقا میاد. میفروشن چوباشو. ما اومدیم گفتیم چرا بفروشیم، مثلا اوراقش کنیم و اینا. اومدیم گفتیم هم کافش میکنیم، هم واسه بازدید، هم واسه اینکه مثلا خیلی ها میان از شهرستان اطلاعاتی درباره لنج و قدیم و اینا ندارن، بهشون یه توضیح میدیم. و
برای عمر لنج روغن جگر کوسه میزنم به بیرونش. اگه اومده باشین فکر کنم گوشو حس کردین. آره یه بوی پایین. آره این بوی جگر کوسه است. البته الان روغن جگر کوسه دیگه نیست، گرونه. خارجیه، گرونه. ها؟ یه شیمیایی جای گذاشته. نه شیمیایی نیست. یه ماهی سمت شمال هست کوچیک که نمیدونم اسمش چیه دقیقاً، اطلاع خیلی درستی ندارم ازش، ولی روغن اونو میگیرن به جای این. روغنشون شبیه همه ولی روغن جگر کوسه عمرش بیشتره. میارن مثل این لنجایی که تو ساحل پهلو گرفتن، میان روغن بهشون میزنن، لابلای چوبا رو که درزگیریش میکنن که آب نره داخل و کامل سرویسش میکنن، دوباره میرن دریا. تقریبا چند تا لنج فعال داریم تو اینجا؟ لنج زیاد داریم. اینجا قدیمی ترین بندرگاه بوده تو هرمزگان. خب چون از اطراف همه می اومدن اینجا. آره اونجا دقیقاً اونجا پهلو میگرفتن، می اومدن و استادا میرفتن زیر لنج و تشخیص میدادن که این میخ بریده شده یا مثلا این پیچ بریده شده، می آوردنش بیرون، دوباره یه چیز جدید جاش میزنه. اونی که الان دارن میسازنش اون بغل کوچیکه از این بزرگتر میشه یا کوچیک‌تره؟ نه از این بزرگتره. آره از این بزرگتره. یکی دیگه دارم. اون یکم دارن بغل اون میسازن. کوچیکه. کوچیکی که الان به اونجایی که بودی جفتش دارن میسازن. عرفان تو کوچیکه رفت دیگه. آره. اونم حالا خیلی وقته با این بلش 10 میلیارد هم. آره چون بفهمده. فرم این دیگه کلا صنعتش دیگه داره چیز میشه، پس چجوری میخوان اجناس رو خب چون لنج فایبر گلاس داره جایگزینش میشه در واقع. لنجی که با چسب شیمیایی درست میشه. خب به خاطر همین چسب شیمیایی مزیت‌های خیلی بدی داره. یکی اینکه تو تابستون چون اینجا گرماش زیاد شدیده و اون سطح اون جنسی که از اون لنجی که از جنس چسب درست شده داغ میشه، یعنی با پای برهنه بری روش پاها تاول میزنه. آره به خاطر همین درصد آتش سوزیش خیلی زیاده. یک این، دو اینکه موقعی که مثلا ناخداها و ملوانایی که توش هستن خارش میگیرن، چون آره اون چسبی که توش استفاده میشه حساسیت میگیره، خارش میگیره. و بادبانی بوده یا با موتور داشته؟ کدوم؟ این بادبانی بوده ولی ما چیزو شرح دادیم دوباره کردیمش بادبانی. موتوری بوده دوباره کردیمش بادبانی. و این که دیگه بهتون بگم موقعی که سفر میرفتم با این قطب‌نما که مال همون موقع هاست مسیراشونو پیدا میکردن. یعنی شما فکر کن توی اقیانوسی هیچ تلفن، هیچ رادار و هیچ تجهیزاتی نداری و با این و ستاره ها باید مسیرتو پیدا کنی. اینجوریه بچه ها. ممنون، مرسی. خواهش میکنم. این چند سالشه؟